بله. خب تبر بیا دستم. خب ما با بهرام داریم میریم باغ، برای آقا جون صبحانه میبریم. و صدای آب و بهرام فکر کنم ایشالله امسال آب زیاده اینجا. سلام، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. به یک دیگه از ولاگای من خیلی خیلی خوش اومدید. اول ویدیو میخوام از همتون تشکر کنم به خاطر اینکه کانال منو حمایت میکنین. اگه کانال منو ساب نکردین لطفاً همین الان ساب کنین، با دوستاتون به اشتراک بذارین. ممنونم از نگاه های زیباتون. امروز دومین روزه که اینجا هستیم، اومدیم باغ، بعد برای آقایتون صبحانه آوردیم، بعد میخوام اینجا واسهشون یه دونه آبگوشت سوالی بذارم، صبحانه‌شو بدم بخوره، بعد مشغول پختن نهار باشیم. خب من صبحانه آقاینا رو حاضر کردم، الان میخوان بیان. با بهرام میخواییم ظرفای صبحانه رو بشوریم برای اولین بار. اینجا آب هست که ظرفا رو بشوریم. هر سری می اومدیم اینجا ما ظرفا رو با خودمون میبردیم خونه، خیلی سخت میشد اون راهی که این همه ظرف ببریم، ولی خدا رو شکر الان دیگه. ولی واقعا خدا طبیعت رو چیزی آفریده ها. طبیعت چقدر زیبا میشه، چقدر باحال، چقدر روحیه بخش، آرام بخش کلا. خب حالا آقا بهرام بده من حسابم شما. نه بده من. الان دیگه باید صرف جویی کنیم. به دوستامو سلام کردیم. آره صبح اول وقت سلام کردم، صبح اول وقت هنوز تو خواب بودی. سلام دوستان گلم. چی رو باز کن بدونم بگی من این سیاهی اینو بشورم. واقعا عالی. داییت هم اونجاست، دایی آقا جونم باغ بغلیمونه الان. دایی دایی پدر آره دایی آقا جون. خب ما اونو ساریدم دیگه، شما باید آب بکشید. خب یک چایی درست حسابی دم میکنم الان. دست در نکنی. منم براتون یه آبگوشت زغالی میذارم، خدا کنه که مثل روغن داشته باشیم. نه همه چی آوردی، مثل آبگوشت بستان‌آباد نباشه. اونم خوب بود، خوشمزه بود. ولی تو کامنت ها خیلی از دوستا بهرام گفته بودن که ما مثلا به آبگوشت اصلا رب نمیزنیم، روغن نمیزنیم. راست میگه، گوش خودش روغن داره دیگه. آره. قدیما که تو روستاها آب نبود همه میرفتن سر چشمه آب میآوردن. الان ما هم مثل اونا شدیم، دوتایی اومدیم سر چشمه داریم چی؟ چشمه، اونم چشمه ای. آره داریم ظرف میشوریم. ولی واقعا اینا همتون نیمت واقعا زحمت میکشید، اینا رو آورده اونجا. حالا بده من شیره نگه دارم شما بدون خانم این کارهای خانگی رو یاد دادید. این بیرون اینا رو هم یاد بدید که اول اینو بشور بذار زمین، بعد اونا رو هم بشور بذار داخل اینا. چه میخوای اینا رو به من یاد بدی؟ باید خودت ببینی و برداری یاد بله دادن بله چیه. بله. پسرای زرنگ کارهایی که
خانم هنوز- پسرهای زرنگ تو نسل ما بود. الان دیگه پسر زرنگ نیست. چرا الان نه نسل اصلا. شماها فقط واسه جنگینا نه. بود. نسل الان الان پسرای الان برای قشنگ همه- قدر همسراشون رو میدونن. البته این هم یعنی ما نمی‌دونیم. چرا شما میدونید؟ منظورم ببین وقتی میخوام بشورم یه حرف میزنم که دیگه پشیمون میشم. نه منظورم این بود که واقعا پسرای این دور زمان با نسل اینا خیلی فرق داره. مثلا بهرام شاید الان چند ساله کار خونه به هم کمک میکنه. قبلا اصلا خانم بازنشست شدم برای آره دیگه وقتی بعد اینکه بازنشست خب شد اون وقت دیگه کار داشتم دیگه. من میرفتم سر کار. حالا خوبیه ببخشید خوبیه این آب اینه که هدر نمیره میره تو باغچه ها. آره بهرام بعد بازنشستگی به هم کمک کرد ولی نسل الان هر کاری میکنن با هم همکاری میکنن. اینجا هم همکاری هست، هم قشنگ سرگرمی هست، هم علاقه هست. این علاقه هر چو بیاره اینجا این کارو میکنه. نترس. نه بعضی ها نمیکنن. چرا؟ بعضی ها مثلا به غیرتشون برمیخوره. نه مرد بابا. مگه کار میکنه؟ والا نه البته مرد- بهرام از مردای اون دور زمانه ها اینجوری بود. بهرام اصلا کار نمیکرد. خانم مرد مگه آدم نیست؟ چرا این همه به مردها میکوبی؟ نه نه خدا بیامرز باباش وقتی میدید که بهرام کار میکنه خیلی عصبانی میشد. خب ببین یه چیزی بگم. صبح پدر زن من پدر شما اومده اینجا گفته برایم غذا بیارید. خب نیاورده، خودش نیاورده، بعد دستور داده که غذا نه بیارید. باید بیاری دیگه. اون که از صبح ساعت 5 صبح اینجا داره واسه ماها زحمت میکشه قدیما همشون زحمت اینطوری بود میکشه دیگه. باید ما صبحانش و نهارش و عصرونش و همشون رو به نحو احسن آماده کنیم که خستگی مسکن اون در ببین بیاد. والا اینجا اینقدر وظیفه‌ش باسواس نیست. تا شب خانم ظرف بیاری میشورم. آخه فدات بشم. پس ظرفای نهارم با آقا آره. بهرامه. تا شب بیاری میشورم. دستت در میکنه. مرسی تموم شد. تمیز شد. نمره میخوای بدی؟ آره دستت در نکنه. آفرین. خب اینم یاد گرفت خدا رو شکر. خدا را شکر، خدا را صد هزار شکر. خب بها دیدی بالا منم تو میگشت. من شیعه درست ماشاءالله ماشاءالله. میخوای نفت بریزاره؟ نه نفت نمیخواد، نه خشکه. یه چایی درست کنیم. ببین دهه چهلیا چه کار میکنن. خب تا الهه و احسان بیان نهار بچه ها میخوان امروز نهار رو بیان باغ. بعد من و بهرام میخواییم گل محمدیا رو جمع کنیم ببریم خونه ببینیم که مربا درست کنیم یا فعلا خشکشون کنیم چون هر روز اینا میرسن. بعد هر روز باید بیاییم باغ یا تو حیاط گلا رو بچینیم. بریم با بهرام اینا رو بچینیم تا بچه ها بیان. تمام کردی تا من بیا. خودت گل محمدی هستی. مرسی اینا رو عزیزم. میخوای چیکار؟ مرسی خودت گل محمدی هستی خانم. فدات بشم. مرسی. گل محمدی. Bunlar kalır ha bunlar. خب آسانه دیگه. Şu anda kalmış bunlar. Ya olalım da. Alacak. Ben diyeyim o yandı. Yo الان تو زده. Ha? چیز زدم من.
اون طرف بزرگ میشه. آره همونو میگم دیگه، هر روز باید اینجا باشی تا این گلا چیده بشه. بوی بهشت. با تبر بیا دستمال با تبر مگه میشونیم دهه 40 یعنی فقط کارشون اسلحه با تبره. مواظب باش تو رو خدا میریزه رو دست اصلا هیچی نمیشه خانم، چرا کاری میکنی؟ این خانم کلا اینجا تالار نیست، اینجا باغه. یعنی چه باغ هست دستمال هست؟ اینجا باغه، تالار نیست خانم. عزیز من مشکل شما همینجاست دیگه. همین کارو کرد دیگه تمام. این میره بیرون اونجا نمیره. یعنی چه واقعا اصلا آدم شاخ در میاد از کارایی. اصلا خانم دستمال به این نمیریزن. درشو بده خانم توی فلاکس دم کنه. میگه تالار دید چه ربطی داره به تالار بهرام؟ جای دیگه میکنی بهت میخندن. چی میخنده خانم؟ من فقط تو میخندی. یعنی چی؟ خب بذار یکم یه گاشوت بردارم. اینجا هست دوستان، شما میان نظر بدین جایی که دستمال هست مگه با تبر این گوریه گرد گوری جوشیده؟ بریز اینجا بریزم تو داخل سیتا. یا ناامیدم نکن بهرام. اصلا ناامید نشو، ناامید دشمنه. ناامیدم نکن بهرام. بس زیاد تو رو خدا زیاد چای آب نریز. جوش میریزیم دیگه، این واسه رنگه. زیاد چای نریز تو رو خدا. این واسه رنگه عزیز. این یکم منو ناامید میکنه. دوست داشت کار کنم. ماشاءالله خانم اینجا تالاره. تالار نیست، تالار خدا نیست. نکرده این از جوش در میاد. از جاش بریزه رو پا چیکار نه میکنی؟ اصلا نمیشه خانم، اصلا نه ترسو نباش. ترسو نیستم ولی کارایی میکنی که کلا بدآموزی داره. ترسو نباش، دلجنده باش. مورد زنگاره. برو چنج. خب بذار بیارم دوربین رو خب جایی که این دستمال چای هست عزیزم با تبر. اصلا خیلی ماله، اصلا نترس خانم. دوست داری این بیننده های شما نظر بدن در باره اون؟ خب دوستای خوب گلم بود نظر یا نه؟ بدین که تبر خوبه یا دستمال؟ تبر نبود چیز. تبر دیگه عزیزم. نه اون تبر نه. چیه؟ اسمش فارسی نمیدونم. تبر عزیزم برو بیار. تبر نیست اون تبر. برو اصلا بیار نزدیک ببینم. اون دستمالم نبود. نشون بده اونم نشون بده. خانم تبر نبود اون. ای خدا. خانم اونو از روی آتش اون فقط بلند میکنه، نه این دستمال دست آدم بسوزه. خداحافظ. بچه ها اومدن، خسته نباشی. شما هم خسته نباشید. مرسی. چطوری؟ خوب هستی؟ چرا گرم شد؟ سلام مامان. یورالما خیلی گرم. یافتسا قربونت. مرسی فدات بشم. الله با دلسه. مرسی مرسی قربونت بشم. مرسی. الان من میخوام پیاز و سیب زمینی رو خورد کنم ببرم رو آتیش سرخش کنم، چون یه کمی آفتابه نخواستم برم اونجا. همینجا پیاز رو خورد میکنم، بعد واقعا آدم طبیعت میاد از آشپزی کردنم لذت میبره. خب 4 نفرن. در رو باز میکنم به فلفل روغن بریم که کارامون رو انجام بدیم.
فلسطیه گشته پوستش رو ریختم. الان میخوام کمی بهش رب بزنم. بله. درشو میذارم تا کاملا بپزه. نوش جونت. الا میخوام چای بخورم بعد. جای زهراینه خالی، جای همه اینجا خالیه واقعا. خیلی خالی. Nahardan sonra elərim. Nahardan sonra. خودت سرین گله. خب اینم چای آتشی، جای همه تون خالی. Fakat diyeyim ki her yerde diyeyim hastalık. Bir tane hazır kimin bir nefer istiyordu. Bu sen ya. Şimdi bak bir 50 balıydı. Taraf böyle böyle değil. Değil mesela ben pulum değilim. Mesela daha götür pul ve çimiş şörsün. Bak pul gitmiş şörmesi. Bir nefer ola da. Bir nefer ola da. Şimdi hazır değil. Şimdi bu işte. Nasıl bir haber yok. Evet, şöyle şöyle oluyor. خب آبگوشت زغالی جای همه تون خالی. Benim suyum bağının yarı olur. آره. به عجب آبگوشتی شده آقا جون. مرسی. Şimdi görürler. از خونه های باغ Cesaret tutacaklar. İnşallah vereceğim. Sayın olmaz bir şey demiyorum ha. İşte Biz yine boşal. Bir şey demiyorum sayın. خوشمزه است آقا. خوشمزه است. نوش آخه جونم. صدای قورباغه. آخه چی میخواد؟ چطوره بهرام مزش؟ عالیه. نوش جونت.
مرسی که تا آخر این ویدیو با ما بودین. شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.